دادگاه عالی تاجیکستان صبح امروز در نسبت 6 کارمند آژانس ضد کروپسی تاجیکستان حکمای خود را صادر نمود. صبح امروز خصوصا در نسبت فیروز خالمرادزاده سردار سابق ریاست تفتیشاتی آژانس ضد کروپسی تاجیکستان 15 سال اعلان نمود. در نسبت فردوس عبدالغفارزاده 13 سال و در نسبت امیرشاه سلطانزاده نیز 10 سال آنها را روانه زندان کرد. همین طور در نسبت 3 نفر دیگر آنها را تا 6 و 7 ساله نیز حکم اعلان نمود. و این را باید بگم که صبح امروز در نزد دادگاه عالی تاجیکستان نزدیکان والدان این افراد محکوم شده جمع آمده بودند و آنها در صحبت به ما میگفتند که نسبت حکم دادگاه ناراضی هستند و حتما عریضه شکایتی خود را پیشنهاد میکنند. باید یادآور شوم که در ابتدا شماره اصلی ایدبار شونده های کارمندان آژانس ضد کروپسی تاجیکستان 10 نفر بودند و 3 نفر آنها تقریبا 1 ماه پیش بعد 10 سال و 6 ماه از جمله دولتبی خیرزاده معاون رئیس آژانس ضد کروپسی تاجیکستان و فریدون بنظیرزاده و همچنین رحمت الله بازاروف بعد 10 سال و 6 ماه و به سالهای مختلف روانه زندان شده بودند. و حالا یادآور میشم که در دادگاه عالی تاجیکستان عریضه شکایتی کاساسیونی دولتبی خیرزاده موردی بررسی قرار دارد و صبح امروز دولتبی خیرزاده در یک ماشین حربی به دادگاه آورده شد و نتیجه آن در پایان امروز اعلان داشته می شود که آیا بررسی این عریضه شکایتی و در نسبت حکم او آیا به تغییر ماننده می شود یا که دیگرگون کرده می شود. مرافعین نخستین 10 کارمند بازداشته آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان روز 19 ایولی سال روان در دادگاه عالی آغاز شده بود. بازداشت کارمندان آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان در آخرهای ماه اپریل امسال آغاز شد و سر و صدای را در مطبوعات جامعه به میان آورد. مرزا نبی خالقزاد، شادمانی تیم رادیو آزادی دوشنبه.